از اونجایی که شما مثل من کباب تابه‌ای مرغ رو خیلی دوست دارید، امروز میخوام یه کباب تابه‌ای مرغ ترش بهت یاد بدم که صد هیچ از هرچی کباب ترشی که تا الان خوردی میزنه جلو. برای درست کردنش رون مرغ رو به همراه پیاز و ادویه ها توی غذا ساز میریزیم و خوب پوره میکنیم. حالا روش سلفون بکش و بذار یه ساعت استراحت کنه. حالا بعد یه ساعت استراحت اونو توی تابه مد نظرت بریز. با دستت قشنگ سطحش رو صاف کن و به این شکل با یه کفگیر یا لیسک بهش شکل بده. روی اجاق بذار و روش یه کمی روغن بریز. بعد یه خورده که خودشو گرفت از همون جایی که برش زدی دوباره برش بزن، کره بزن و برگردون هر چهار طرفش قشنگ سرخ بشه با حرارت ملایم. برای سسش رب رو به همراه رب و یا سس انار، آبقوره، ادویه‌ای که بهت گفتم و آب جوش توی کاسه میریزیم و خوب هم میزنیم تا یک دست بشه. روی کبابمون که در حال پخت هستش میریزیم. میذاریم یه 5 دقیقه بپزه تا سسش کاملا غلیظ بشه. شما نتیجه رو ببین، فوق العاده است. اوایل ازدواج رفته بودم خونه جاریم، دیدم یه خورشی درست کرده بود که خیلی خوشمزه بود. بعد از چند سال هنوز مزهش زیر زبونم مونده. ازش پرسیدم این خورشی که درست کردی اسمش چیه؟ گفت مرغ وحشی. منم یکم جا خوردم چون خیلی با هم صمیمی نبودیم، فکر کردم داره اذیتم میکنه. اومدم خونه و تو گوگل سرچ کردم، دیدم نه، واقعا یه غذای اصیل شمالیه. برای درست کردنش هم کافیه پشت و روی مرغایی رو که با نمک و فلفل و زردچوبه مزه‌دار کردیم سرخ کنیم. بعد کف قابلمه پیاز خرد شده بچینیم، بعد مرغ‌ها، ادویه و دوباره آلو جنگلی ترش و آلو بخارا رو اضافه کنیم و کره و روغن و یه قاشق هم شکر اضافه کنیم و اجازه بدیم تا کامل پخته بشه. این مرغ اصلا نیاز به آب نداره و با دمای کم با آب خود مرغ و پیاز پخته میشه. 10 دقیقه آخر پخت هم بهش زعفرون میریزیم و اجازه میدیم تا کاملا بپزه و جا بیفته. یه غذای فوق العاده خوشمزه است. درست کنید و نوش جان کنید. میدونی مرغ پرتغالی که مسعود درست میکنه با بقیه مرغا خیلی فرق داره. پس همراه هم باش تا از هایپرلی خریدمون رو تکمیل کنیم و یه مرغ بی‌نظیر آماده کنیم. کارمون رو با سرخ کردن مرغا شروع میکنیم. بعد از اون لازمه که تلخی پوست پرتقال رو بگیریم. آب میریزیم روش، وقتی که جوش اومد از صافی ردش میکنیم. این کارو 4 بار تکرار میکنیم و دفعه آخر یه قاشق شکر میریزیم داخلش. برای تهیه سس مرغمون به پیاز و هویج، سیر و پوست پرتقال، نمک و فلفل قرمز، پودر دارچین و زردچوبه احتیاج داریم. چون میخوام رون مرغا رو لابلای برنج سرو کنم، از وسط نصفشون میکنم، بهش زعفرون میزنم و آب پرتقال و اجازه میدم 1.5 ساعت آروم آروم بپزه. تو این فاصله برنج ایرانی رو میشورم، آبکشش میکنم و یه 40 دقیقه با یه ترکیب سیب زمینی بی‌نظیر دمش میذارم. اگه کنار این غذا یه ماست و خیار هم آماده کنم دیگه مهمونیمون تکمیل میشه. غذامون دیگه آماده است و فقط کافیه یه نثار خوش رنگ برای روی برنج درست کنید. پوست پرتقال، زعفرون، مغز پسته و زرش توی کره تفت میخورن و میشن یکی از جذابیت‌های بصری غذامون. البته به غیر از این جذابیت‌های بصری چندین جاذبه دیگه هم داره که وقتی که امتحانش می‌کنی متوجهش میشی. به نظر من یه کباب جدای از اینکه خوشمزه باشه باید خوشگل و جذابم باشه. نگاش کن ببین چقدر خوشگل شده. باورت میشه توی فر درست شده. به چیزی که تصور میشه خیلی نرم و آب داره. سیر، جعفری و فلفل قرمز رو خرد کن. حالا رون و یا سینه مرغ چرخ کرده، پیاز چرخ کرده، اون ترکیب فلفل، آرد سوخاری، ادویه ها، زعفران و روغن رو بریز و خوب ورز بده گوشتتو. بعد اینجوری بهش شکل بده با یه سیخ چوبی هم اینجوری قشنگ روش تر بنداز. اینجوری کباب خیلی شکیل و در این حال خوشپخت خواهی داشت. کباباتو توی سینی فر بچین و ترکیب کره و زعفران رو روش براش کن. بفرستش توی فر و یه همچین کباب جذابی رو تحویل بگیر. برای خوشمزه تر شدنش یه دونه زغال توی کاسه بریز، روش روغن بریز و اینجوری بذار دودی بشه. برای سس مخصوص این کباب رو به گوجه رو با کمی روغن تفت بده، به آب جوش اضافه کن. رو به انار، نمک، گردوی خشک شده و یکم هم زرش اضافه کن. بذار غلیظ بشه و از اجاق بردار. مرسی از همراهیت. بدرود. دیگه بس هر چقدر مرغ تکراری درست کردی. اگه یه بار مرغ این مدلی بپزی بهت قول میدم هفته یه بار پای ثابت غذاهات میشه. اول 2 تا پیاز درشت خلالی خرد میکنیم، چند تا سیر میندازیم، کمی زعفرون میپاشیم و 2-3 قاشق روغن مایه. حالا مرغا رو میچینیم روش و دوباره روی مرغا زعفرون میپاشیم و نمک. هیچ ادویه دیگه‌ای لازم نداره. درشو میذاریم با حرارت کم بپزه و خودش آب بندازه. اصلا آب نمیخواد. بعد از نیم ساعت تا بنداخت مرغا رو زیر و رو میکنیم و دوباره کمی زعفرون اضافه میکنیم. در به ظرفو میذاریم و بعد از 1 ساعت که آب مرغا کشیده شد مرغا خودشون سرخ میشن و پیازامون کاراملی میشه. همینقدر خوشمزه و خوش رنگ. نوش جونتون باشه. این اولین غذای کلاس پیش مال خودمه. هیچ نمونه و مشابهی هیچ جای دیگه نداره. جوجه کره پز با سس زرش. یعنی اگه مرحوم کلبادی صاحب اکبر جوجه الان زنده بود کلا اکبر جوجه رو میذاش کنار. این ویدیو رو سیو کن که خاصی بپزی گمش نکنی. قدم اول اینه که رون جوجه‌های 800 تا 1000 گرمی رو تو آب و نمک به نسبت 10 به 1 5 ساعت میذارم استراحت بکنم. حالا میرم سراغ سس زرش. زرش رو میریزم، بعد شکر، سرکه سیب و روغن زیتون اضافه میکنم. 2 دقیقه حرارت ببینه کافیه.
وقتی سس زرشک هم سرد شد با برندر یا مخلوط کن، بافتش رو یه دست میکنم، 5 ساعت هم بهش استراحت میدم که طعمش جا بیفته. حالا مرغا رو خشک میکنم، 120 گرم کره رو به چند قطعه تقسیم میکنم، شعله 20%، 30 تا 40 دقیقه بعد یه طرف رونا پخته میشن. تو این پخت چند بار با قاشق روی مرغا رو کره میریزم، بعد مرغا که یه طرفش پخته شد برمیگردونم، سیر اضافه میکنم. سیر وقتی توی کره پخته میشه طعم استثنایی به مرغ میده. حالا وقتی این غذا آماده میشه شما توی سراحی گیر میکنی، هم دوست داری کته رو خالی بخوری، هم اون جوجه کره پس رو خالی بخوری، هم این سس زرشکو. چند تا نکته بگم. یکی اینکه تو این روش پخت جذب کره خیلی کمه، نصف کره آخر سر میمونه، بعد مرغ هم خیلی کره به خودش نمیگیره، روغن هم که اصلا احتیاجی نداره. نکته دومی که این روش پخت برای رونای کوچیکه، برای رونای بزرگتر که کلا قصه عوض میشه. نکته سومی که نمک باعث میشه بافت مرغ خیلی نرم بشه و خیلی طعمدار بشه، احتیاج به هیچ ادویه دیگه‌ای هم نداره. توی خونه بدون منقل این جوجه کباب خوشمزه رو درست کن. اول به مرغ نمک و فلفل و زردچوبه بزنید و با هم ترکیب کنید. بعدم زعفرون و پیاز نگینی خرد شده رو اضافه کنید و همش بزنید. بعد این کار روشو بپوشونید و به مدت 2 ساعت استراحت بدید. جوجه ها رو سیخ چوبی بزنید و تو تابه‌ای که روغن و کره رو داغ کردین اضافه کنید. وقتی که یه طرفش سرخ شد پشت رو کنید و اون طرفش هم سرخ کنید. جوجه ها رو از تابه در بیارید. پیازی که باهاش مرغ و طعمدار کردین و داخلش تف بدید تا سبک بشه. جوجه ها رو بچینید. کمی آب نارنج بزنید. نیازی به آبم نداره، درشو ببندید. فقط کافیه یک بار به روش من این جوجه کباب خوشمزه رو درست کنید. من فاطیما فود هستم. خوشحال میشم مهمون پیجم باشی و بقیه پستامم ببینی. اگه هنوزم برای دوره همیه دوستانت غذای تکراری درست می‌کنی، تا آخرین ویدیو با من باش که این گراتن مرغ و پاستایی غذای خوشمزه و جذاب واسه دوره همیه دوستانه. برای درست کردنش اول یه پیاز و نگینی رو ریز خورد می‌کنم، با کره تف میدم. پیاز که سبک شد 2 حب سیر له شده رو اضافه می‌کنم. عطر سیر که آزاد شد مرغایی که ریز خورد کردم و اضافه می‌کنم و اجازه میدم رنگ مرغ عوض شه. بعد بهش قارچایی که خورد کردم اضافه می‌کنم و اجازه میدم آب قارچ کامل کشیده بشه. نمک و فلفل سیاه رو اضافه می‌کنم و تف میدم. بعد آرد، شیر و خامه رو هم اضافه می‌کنم و مخلوط می‌کنم. پاستا رو هم که از قبل پختم و آبکش کردم به این سس خوشمزه اضافه می‌کنیم و ترکیب می‌کنیم. بعد لایه لایه داخل ظرف مورد نظرمون با پنیر پیتزا میریزیم و 20 دقیقه داخل فر می‌ذاریم تا پنیرمون گریل شه. تا اینجای کار یه چیزی شبیه مکن چیز و پاستا آلفردو بود، اما اسمش گراتن مرغ و پاستاست. خیلی خوشمزه است. امیدوارم درست کنید و حسابی لذت ببرید. فوری ترین و لذیذترین مرغ بریونی که میتونی آماده کنی همینه. فلفل دلمه‌ای رو خورد کنید و داخل میکسر به همراه مایونز، ماست، سیر، زعفرون دم شده، روغن زیتون، آب لیمو ترش تازه و ادویه و نمک میکس کنید. داخل سینی فر پیاز بچینید. مرغی که شستین و روش چند تکه برش زدین رو روی پیازها بذارید. سیب زمینی و هویج ها رو هم دورش بچینید. بعد پشت و روی مرغ رو به مواد آغشته کنید. روش فویل بذارید، چند تا سوراخ بزنید، داخل فر بذارید 2 ساعت بمونه. بعد فویل رو بردارین و بدون فویل 30 الی 40 دقیقه دیگه زمان بدید تا حسابی طلایی شه. انقدر خوشمزه میشه و خوب میپزه که به راحتی از استخون جدا میشه. نوش جان.